در دایره برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان برای سالهای 2016-2018 در ناحیه واسه در موضوع جامعه سالم از عائله سالم و نسل سالم تشکل می‌یابد میز مدور شده گذشت. این چاره‌بینی با اقدام بخش کار با جوانان، ورزش و سیاحی، شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه دایر گشته نتیجه‌های 9 ماه سال روان جنببست کرده شد. در چاره‌بینی ما تمام قشرهای جامعه، عائله‌های جوان و عائله‌های نمونوی که سالهای طولانی با یکدیگر زندگی کردند دعوت شدند. همزمان مسئولین از مقامات‌های دخلدار ناحیه که به واسطه در تحکیم عائله سهمگزار میباشند دعوت شدند. این هم باشد بخش ثبت اسناد حالت شهروندی، شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و بخش کودک و دیگر شعبه‌های دخلدار نیز دعوت شدند. مقصد از برگزاری چنین چاره‌بینی مستحکم نمودن عائله‌داری میباشد. در این چاره‌بینی قید کرده شد که در 9 ماه سال 2016 در ناحیه واسه 1215 نیکو به قید گرفته شده است. نظر به همین دوره سال گذشته 205 تا نیکو کم گشته است. شماره طلاق باشد نظر به سال گذشته پس رفته 60 حالت طلاق به قید گرفته شده است که نظر به سال گذشته 27 تا کم می باشد. در میز مدور عائله‌های روزگار دیده اشتراک داشتند. آنها از تجربه حیات عائلویشان مثال‌ها آورده در مستحکمی عائله با عائله‌های جوان مصلحت‌های مفید دادند. من عائله جوانم میخواهم بیشتر و بیشتر بفهمم چیزایی که در همین جمعیتی ما تشکیل کردم بفهمم. میخواهم که با بسیار بسیارتر بفهمم که اینها با ما در کارن، آزیرم در کار میشن، آینده هم در کارن. من پیشنهاد دارم که پیش از عائله برپا نمودن جوانان کورس‌های مخصوصی عائله‌داری تشکیل کرده شود. در آن جوانان از نزدیکی‌ها و از معرفت سطح عائله‌داری آگاهیده شوند. در قسمت جنبستی میز مدور ویکتورینا گذرانده شد. سوالها با موضوع حیات عائله‌داری بخشیده شده بودند. اشتراکچیان فعال ویکتورینا با تحفه‌های خاطره‌ای قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهور از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.